президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 14 اکتبر سال 2022 در شهر استانا در نخستین نشست سران کشورهای منطقه در چارچوب آسیای مرکزی روسیه ناگهان شخصا به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و از او خواست که یک مرتبه گوشش کند. سپس امامعلی رحمان یک سخنرانی پراحساسی را کرد و در این سخنرانیش از پوتین خواست که به کشورهای آسیای مرکزی مثل جمهوری‌های اتحاد شوروی یا SSSR مناسبت نکند. ولادیمیر ولادیمیرویچ، یک خواهش از شما که نباید سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل سابق اتحاد شوروی باشد، اصرار داشت امامعلی رحمان خطاب به پوتین. ما و شما شاهد فروپاشی اتحاد شوروی بودیم، مثل امروز آن وقت هم ما شاهد آن بودیم که به جمهوری‌های خرد و ملت‌های خرد اهمیت نمیدادند، عنعنه و عادت‌های آنها را به نظر نمی‌گرفتند، برای رشدشان مساعدت نمی‌کردند. شما دیگر درباره 2 میلیون مهاجر از تاجیکستان در روسیه حرف زدید. من می‌خواستم به شما بگویم که بیش از 2 میلیون شهروند ما به روسیه فقط برای کار نمی‌روند، آنها به آنجا برای تحصیل و تبابت هم می‌روند، گفت امامعلی رحمان. به گفته پرزیدنت تاجیکستان، روسیه در پی رشد تجارتش است، ولی در عوض مناسبت برابر نشان نمی‌دهد. چه سبب باشد که وقتی که من التجا کردم به وزارت خارجه سفارش دادم که برای اشتراک در نمایش دوشنبه اقلاً وزیران بیایند، نه در سطح معاونان وزیر اشتراک کردند. مگر تاجیکستان شریک استراتژی سزاوار امین بود؟ ما مگر چنین رفتار میکنیم؟ ما 100 یا 200 میلیون نیستیم، ولی ما میخواهیم که به ما احترام گذارند. ما مگر یگان قاعده رو ویران کردیم؟ در یگان جا دیگر خیلی سلام و علیک کردیم؟ ما همیشه منفعت‌های شریک استراتژی خود را احترام میکنیم و میکردیم و ما میخواهیم که ما را هم احترام کنند. ما مگر بیگانه ایم؟ به ما پول زیاد در کار نیست. ولادیمیر ولادیمیرویچ، یک خواهش دارم از شما که نباید سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل سابق اتحاد شوروی باشد، گفت امامعلی رحمان خطاب به پوتین. او افزود هر کشور مشکلات خود را دارد، سوالهای خود را دارد، عنعنه و عادتهای خود را دارد. باید یک میانه طلایی را پیدا کرد و با هر کشور علیحده کار کرد، تاکید کرد پرزیدنت تاجیکستان. او گفت آسیای مرکزی و روسیه همسایه‌اند و از این جای گریز نیست. روز 13 اکتبر سال 2022 در شهر استانا پایتخت قزاقستان ملاقات سه جانبه پرزیدنت‌های روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان ولادیمیر پوتین، امامعلی رحمان و صادر جباروف دایر شد. این ملاقات با تشبث پوتین دایر شد و او برای حل مشکلات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان روسیه را همچون میانرو پیشنهاد کرد. اما در ویدیوی کوتاهی که خبرگزاری ریا نووستی نشر کرد دیده میشد که امامعلی رحمان و صادر جباروف برخلاف پروتکل پیش از شروع ملاقات با یکدیگر با دست سلام نکردند. در ثبت دیده میشد که امامعلی رحمان نمایشگرانه از نزد پرزیدنت قرقیزستان گذشته به میز مذاکرات نزدیک می شود و تنها با پوتین سلام کرده پس کرسی خود می شیند.